دو طرفش مسئولین دارن به مراکز درمانی میرن، ولی برو ساختمون متاسفانه همین الان ساختمون فرو ریخت. برو اونور. متاسفانه همین لحظه ساختمون پلاسکو فرو ریخت. خدا کنه برای آتش نشانایی که داخل ساخته بودن اتفاقی نیفتاده باشه. بله. ساختمان بسیار عظیمی هست در خیابان جمهوری تهران، تقاطع چهارراه استانبول، در دست نیست و اینکه شاید ساختمان‌ها و فروشگاه‌های کناردستی و یا آتش نشانانی که در داخل ساختمان مشغول مهار حریق بودند دچار حادثه شده باشند در دست نیست. اتفاق افتاد و به صورت مستقیم حالا ما در ارتباطی با خبرنگارمون داشتیم متوجه این حادثه شدیم، شما هم مشاهده کردید. به نظر میرسه که موقعی که ما ارتباطمون با شما و بینندگان قطع شد، متاسفانه